پسرم بیا اینجا کارت دارم. جانم ماما. بیا بابا بزرگ خدا بیامرز اینو بر تو برس گذاشته. دستش درد نکنه که برام زیر پیرن برس گذاشته. پسرم بابا بزرگ اینو خیلی دوست داشتش و چون که تو رو هم خیلی دوست داشت گفت اینا حتما باید بدینش به میلاد. خیرش به زیر پیرن هم نیاز داشتم. کاش که زیر پیرن دقیقا با طرح بی ام و بهم میداد. پسرم قدر اینو بدونم مامان بزرگ اینو همیشه با دستای خودش میشست که رنگش یه موقع عوض نشه. اولی کله مامان بزرگ که اینقدر تو تثبیت رنگ حرفه‌ای بوده. هنوز قرمزه. نه پسرم اون اول سفید بوده بعد قرمز شده. پس گفتی چون میخواست رنگش عوض نشه با دست میشست؟ حله یه سوالی میتونم بپرسم؟ آره پسرم جانم بگو. مامان بزرگ اینو با دستم شست بازم از سفید به قرمز تغییر کاربری داد؟ آخه چه جوری؟ کلا فکر کنم مادر جماعت فرق نمیکنه براش با لباس با دست بشوری یا با ماشین لباسشویی. باید رنگ لباس عوض کنه مخصوصا سفید بکنه صورتی. حالا این که دیگه کرده قرمز. بابا بزرگ دلم برات تنگ شده بدون تو شیشه دل سنگ شده. پسرم بیا اینجا کارت دارم. جانم ماما. بیا بابا بزرگ خدا بیامرز اینو بر تو برس گذاشته. دستش درد نکنه که برام زیر پیرن برس گذاشته. پسرم بابا بزرگ اینو خیلی دوست داشتش و چون که تو رو هم خیلی دوست داشت گفت اینا حتما باید بدینش به میلاد. خیرش به زیر پیرن هم نیاز داشتم. کاش که زیر پیرن دقیقا با طرح بی ام و بهم میداد. پسرم قدر اینو بدونم مامان بزرگ اینو همیشه با دستای خودش میشست که رنگش یه موقع عوض نشه. اولی کله مامان بزرگ که اینقدر تو تثبیت رنگ حرفه‌ای بوده. هنوز قرمزه. نه پسرم اون اول سفید بوده بعد قرمز شده. پس گفتی چون میخواست رنگش عوض نشه با دست میشست؟ حله یه سوالی میتونم بپرسم؟ آره پسرم جانم بگو. مامان بزرگ اینو با دستم شست بازم از سفید به قرمز تغییر کاربری داد؟ آخه چه جوری؟ کلا فکر کنم مادر جماعت فرق نمیکنه براش با لباس با دست بشوری یا با ماشین لباسشویی. باید رنگ لباس عوض کنه مخصوصا سفید بکنه صورتی. حالا این که دیگه کرده قرمز. بابا بزرگ دلم برات تنگ شده بدون تو شیشه